سلام، من پوریام از رسانه گجت نیوز. اینجا ششمین نمایشگاه خودرو تهرانه که در ادامه گزارشامون از نمایشگاه رسیدیم به غرفه نامی. اومدیم سراغ جدیدترین محصولشون، نیسان قشقایی نیو فیس، که هم اسمش قشنگه، هم نیسانش قشنگه، هم رنگش قشنگه. ماشین از نظر مشخصات فنی دقیقاً همون چیزی که قبلا دیدیم، ولی چهرهش یه مقدار متفاوت تر شده. از همین نمای جلوی شروع کنیم که می‌بینید چه چراغای جذاب و متفاوتی رو داریم با طراحی با تکنولوژی LED تریم پیانویی با این رنگ مشکی جذاب. توی نمای کناری رینگای 18 اینچی با تریم دو رنگ رو داریم، فلاپ‌های پلاستیکی و یه طراحی کراس اوور مانند خانواده بسن که زیاد شیب و اینا نداره و بیشترین فضای ممکن رو میخواد به سرنشین ها بده. و طراحی نمای عقبش هم می‌بینید که سعی کردن فاکتور اسپورت بودن رو یک مقداری داخلش بیشتر رعایت کنن تا از اون حس و حال خانوادگی بودنش در بیاد. بیاین این جلو در مورد مشخصات فنیش بهتون بگم. زیر این کاپوت یه موتور 2 لیتری تنفس طبیعی داریم، چیزی که ایرانی‌ها عاشقشن. نمیدونم چرا، از 1500 سی سی تنفس طبیعی توربوشارژ تنفر داریم. عاشق 2 لیتری تنفس طبیعی. 149 اسب بخار قدرت، 185 نیوتن متر گشتاور توان این ماشینی که با گیربکس اتوماتیک CVT تقدیم چرخ‌های جلویی میشه. از آپشناش براتون بخوام بگم، بیاین اینجا. ماشین دوربین 360 درجه رو داره، کروز کنترل داره، صندلی رانندش برقی، سقفش پانوراماست با یه ابعاد خیلی درست حسابی، مساحت بزرگ. سانروف متاسفانه نداره و 6 تا ایربگ رو براش گذاشتن. گفتم ضروری ترین آپشن ها رو برای این ماشین در نظر گرفتن که حالا هم قیمتش زیاد بالا نره، هم چیزی از ایمنیش نیفته. و میبینید دیگه این کرومکاری و اینجور چیزا هم چیزایی که خود ژاپنی‌ها عاشقشن. حتی بیا اینجا رو بهتون نشون بدم. چون نمای جلویی هم سعی کردم مثلا حداقل دیگه این رنگ کروم باشه. ژاپنی‌ها خیلی کروم بازی دوست دارن و میبینید مثلا اینجا هم استفاده کردن. بریم داخل کابینش ببینیم اونجا چی برامون گذاشتن و برگردیم. خب برسیم به کابین داشبورد نیسان قشقایی، حالا فیس جدید نامی خودرو. بیایم اینجا ببینیم چیا داریم. آقا من عاشق این عقربه‌های آنالوگم، خیلی حس خوبی بهم میده. اصلا همین دور موتور که میره بالا عاشق اونم. علامت نیسان این وسط دل عالمو قرص میکنه. چی داریم؟ دوربین 360 درجه، آینه‌های بغلش خیلی بزرگ، یعنی قشنگ هیچ نقطه کوری رو شما داخل این ماشین نمی‌بینید. یعنی من فکر کنم تا 5 متر اونورتر رو هم دارم می‌بینم. هم ارگونومیش خیلی گرده که تمام نقاط رو پوشش بده، هم خود ابعادش هم بزرگه. دوربین 360 درجه هم براش داریم. فرمونمون دیکات عقربه آنالوگی، کامپیوتر سفری LCD هم اون وسط برامون گذاشتن، دکمه کروز کنترل اینجاست. کولر دوال خیلی آپشن مهمیه برای ماشین. سیستم تهویه مدپوش دریچه‌اش خیلی جذاب باز و بسته میشه، این حس فیزیکی بودنش خوبه. ترمز پارک برقی اینجا داریم، 2 تا جالیوانی کنسول وسط. جنس متریال هم اینجا سعی شده یه سری جنس نرم کار بشه، اینجا پلاستیکه و کلا حالا نیسان دیگه توی سعی می‌کنن توی پایین‌تری حالا نسخهش بیارن دیگه. به هر حال صندلی راننده برقیه، اینجا کیلای چراغ مطالعه اینا داریم. سقف پانوراماش خیلی بزرگه ولی خب سانروف نداره. صندلیاش خیلی راحته، صندلی راننده هم برقیه و کلا کابین جادار رو جذابیه توی نیسان قشقای فیس لیفت داریم. بیایم بیرونش هم بهتون نشون بدم که اونجا چه خبره. خب حالا به ما بگید نظرتون در مورد این ماشین چیه و در نهایت بهتون بگم که اینجا ششمین نمایشگاه خودرو تهران از 9 صبح، از 9 بهمن تا 12 بهمن. ما از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر میشیم توی غرفه نامی خودرو. این ماشین رو در کنار کلی ژاپنی دیگه مثل نیسان کیکس، نیسان سیلفی مکس ادیشن هیبرید، تویوتا BZ4X برقی، نیسان آریا برقی، نیسان قشقایی فیس قبلی، تویوتا هایلوکس، تویوتا کمری، تمام ماشین اینجا هستن. پیدا کنید نیسان پت فایندر رو یادم رفت بهتون بگم، اونم اینجاست که میتونید تمام ماشینا رو ببینید. غرفه ژاپنی خیلی جذاب با یه مساحت بزرگ اینجا برامون آوردن، ولی من خودم این ماشین رو از همه خیلی بیشتر توی غرفه‌شون دوست داشتم. به شدت خانواده پسنده، به شدت شهریه و توی مسافرت هم من مطمئنم که اذیتتون نمی‌کنه.